ترانه دشتی صفحه 84. این ترانه که به نظر میرسه یک تصنیف قدیمی باشه بر روی شعر سعدی استاد غزل هست. دانگ هایی که در این قطعه به کار رفته شده یکی دانگ شور ر میکرون فا سوله و دیگری دانگ سول لا سی بمول دو. ابتدا یه بار بحث خوانی میکنیم. بم لا بم لا بم لا بم لا بم لا دو دو لا سی سی سول سول لا لا فا فا سول لا بم لا بم لا دو دو لا سی سی سول سول لا لا فا فا سول لا بم لا سی سی سول سول لا لا فا سول سول میر می فا سول سول لا لا فا فا سول سول میر می فا فا میر ر سول فا فا می سول فا فا می فا سول سول فا سول فا فا می می ر سول فا فا می سول فا 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 سول سول فا سول فا فا می می لا سی سی سول سول لا لا فا فا سول سول می می فا سول سول لا لا فا فا سول سول می ر می فا فا می ر. این قطعه یه فرم A, B, C و دوباره B داره. ابتدا یک پایه داریم بم لا بم لا بم لا بم لا. این که تکرار شد پایمون انگشت اولمون میاد رو لا، میگیم بم لا دو دوس که یه دو میزنیم، دوی بعدی تکریز به سی میره، بعدش لا سی سیل. این هم به همون شکل یه پرده پایین‌تر لا سول سول لا لا فا فا سول لا. تأکیدها روی نوت لا رو میبینیم. این جمله دوباره تکرار میشه. بعد از اینکه تکرار شد جمله بی میاد بم لا سی سیل سول سول لا لا فا فا سول سول. دوم میاد روی می میر می فا سول. انگشت اولمون رو میاریم روی فا و نیاز نیست به نظر من که طبق کتاب عمل کنیم که گفته بگیم میر می فا سول این دو تا حرکت داشته باشیم اضافیه. میر می فا میاریم انگشت اول میر می فا سول. حالا فراز دوم این جمله بی یه پله پایین تره سول لا لا فا فا سول سول می ر می فا فا می ر. که در اینجا که ما سه تا سیاه داریم اگر بخوایم 1 2 3 4 5 6 بشماریم برای یک میزان کافیه که شماره های 2 4 و 6 رو نشماریم، یعنی این شماره های زوج رو نشماریم. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 و ریتممون در میاد. بعد از این رهاب رو معرفی میکنه که اسم جمله رو گذاشتیم جمله سی. بم ر سول فا فا می سول فا فا می فا سول سول فا می سول فا فا می می. چرا بهش میگیم رهاب؟ چون حرکت چهارم از ر سول شکل گرفته. وقتی ما یک دانگ شور داشته باشیم و یک فاصله چهارم حرکت بدیم در اصل میتونیم رهاب رو ایجاد کنیم. از نوت اول اون دانگ به نوت چهارم اون دانگ شور حرکت بکنیم و اینجا در اصل نقطه محور نوت فا و میکرون خواهند بود. ر سول فا فا می سول فا فا می فا سول سول فا می سول فا فا می می. در اینجا این میزان که میگه سول فا می سول فا فا می می
که آخرش راست چپ راست چپ راست هست، به این شکل عمل میکنیم که بعد از اینکه زدیم سول فا، در ضرب دوم داریم یه دونه چنگ، 4 تا دولا چنگ که از 1 2 3 4 5 6 که در یک پا میخوایم بشماریم کافیه دوش رو نشماریم. 1 0 4 5 6 1 0 4 5 6 1 0 4 5 6 1 0 4 5 6 1 0 4 5 6 1 0 4 5 6 1 0 4 5 6 و این ریتممون در میاد. فراز دوم جمله سی تکرار هست با کمی تغییر. ر سول فام فام می سول فام فام فا سول سول فا سول فا فا می می. بعد از اون دوباره جمله بی تکرار میشه. لا سی سی سول سول لا لا فا فا سول سول می می فا سول سول لا لا فا فا سول سول می ر می فا فا می ر. قطعه رو به صورت 60 اجرا میکنیم. مشمار ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست، یا شب و روز به جز فکر تو کاری هست. گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی دهدم کاری هست. من چه درهای تو ریزم که سزای تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست. به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به حلقه موی تو گرفتاری هست.